أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. سورة الدهر مدنیه. سوره الدهر که است، این سوره هست که سوره ابرار هم ایره میگن. سوره ابرار به خاطر ازی میگن که صفات جنتی ها در زیاد بیان میشه. انسانایی که به جنت میرن صفاتشان اینجا بیان میشه و چون در مدینه منوره نازل شدن بیشتر مسائل نظام های اقتصادی و سیاسی و دیگر نظام های اسلامی اینجا بیان میشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هل اتی علی الانسان، اینجا هل به معنای قد است. هل اتی یقینا که آمده هست الانسان، بالای انسان، حین من الدهر، یک مدت از زمانه که لم یکن شیئا مذکورا، که نبودی انسان چیزی که ذکر میشد. اصلا انسان بالایش وقتی آمده که اصلا او را کسی یادم نمیکرد، نامت نبود، نشانت نبود. الله متعال میگه اینا ما با عظمت خود، با قدرت خود، با کبریا و بزرگی خود، با صفت ربوبیت خود، خلقنا، خلق کردیم انسان من نطفه، از یک نطفه که امشاج مخلوط است، از امو نطفه مذکر و مؤنث، نبتلیه. ما این انسان که خلق کردیم با زیر امتحان میکنیم با قدرت خود، با عظمت خود. فجعلناه، پس ما را گردانیدیم، سمیعا، شنوا و بصیرا، بینا. الله متعال میگه با عظمت خود هدایت کردیم. انا هدیناه السبیل، برزیرا را نشان دادیم. اما شاکرا، یا انسان شکرگزار می باشه، و اما کفورا، و یا هم کافر و ناسپاس می باشه. پس همگی راه هدایت قبول نمیکنه، چون در مشیت الله هست، اراده الله هست که برای انسان ها چی داده؟ اختیار مقدر کرده. تقدیرشان چی است؟ اختیار رفته. بعضی از اختیار خود مثبت استفاده میکنه، شاکر میشه، موحد میشه، و بعضی ها از اختیار خود منفی استفاده میکنه، کافر و ناسپاس میشه. ان الله متعال میگه ما با قدرت و عظمت خود اعتدنا، آماده کردیم، للکافرین، برای کافران، سلاسل، زنجیرهایی که در پاها بسته میشه، و اغلالا، و زنجیرها به شکل طوقهای خطرناک آتشی در گردنها انداخته میشه. او را سلسله میگه و این اغلال میگه. و سعیرا، و آتش شعله که در بدن انداخته میشه. این الابرار، یقینا که انسانهای نیک، یشربون، می نوشند در جنت الهی، من کأس، از پیاله یا گیلاسی از شراب، کان مزاجها، که با او مست می شده باشه، کافور. کافور چی است؟ میگن عینا، چشمه است که یشرب بها عباد الله، که می نوشند از آن بنده های الله، یفجرونها، که باز در او چشمه تصرف میکنن. چه قسم تصرف میکنن؟ یعنی آب چشمه را جریان میتن، گاهی میگن از این را بیا، گاهی میگن از او را برن. تفجیر را به شکل روان کردن چشمه ها هست، و یا تصرف میکنن و میگن که کدام طرف جریان داشته باشه. یوفونه، انسان های مؤمن و متقی چی صفاتی دارن؟ کسایی که میخوان که جنتی باشن، ابرار باشن، حالا صفات ابرار میگن. یکی از صفات ابراری است که وفا میکنن به نظر خود. نظر توحید عبادت است. در عبادات زبانی یک عبادت نظر است. در سوالات امتحانات شما اقسام عقیده بیان میشه. امتحانات شما آیاتی که درباره مسائل مختلف عقیده آمده هست،
خلاصش من براتون میگم، شما میتونین که یادداشت بگیرین، لکن در ورقای کلان بگیرین که چیز شده براتون. ما 3 قسم توحید داریم. قرآن عظیم شان کلش در توحید است. بعضی اوقات توحید، اقسام توحید بیان میکنه. قسم اول توحید ربوبیت است. توحید ربوبیت تعریفش چی هست؟ اگر سوال امتحان آوردیم که توحید ربوبیت تعریف بکنین، میگین یک کلمه توحید ربوبیت یعنی توحید افعال الله. توحید افعال الله است. کدام افعال است؟ افعالی که در قرآن شما خواندین. کدام افعال است؟ مثالایش خلق کردن، کلماتی که خلقه گفتن، یخلقو گفتن، خلقکم گفتن، این کلش توحید ربوبیت است. خلق کردن. در بعضی آیات دیگه میگه که الله متعال بعضی را دختر میته، بعضی را بچه میته، بعضی را دوش میته، بعضی هیچ کدامش نمیته. این دلایل است که به صفت ربوبیت الله را بیان میکنه. از این خاطر پیغمبر وقتی که بچه میخواه توسل با چی میکنه؟ با صفت ربوبیت الله میکنه. زکریا علیه السلام میگه که ربی انی وحن العظم منی واشتعل الرأس شیبا. دیگر از افعال الله چی است؟ دیگر از افعال الله روزی دادن است. یرزقو و فی السماء رزقکم. این کلش ربوبیت الله را بیان میکنه. وقتی که الله میگه که یرزقکم، رزقه، یرزقو، رزاق، این رزق است، این کلش صفات افعال الله هست که ربوبیت الله را بیان میکنه. دیگه از جمله افعال الله که از شفا دادن است، که انسان مسلمان عقیده داره، عقیده ابراهیمی. و اذا مرضت فهو یشفین. آیاتی که شفا را مخصوص الله قرار میته، این دلالت به چی میکنه؟ توحید ربوبیت الله میکنه. و اذا مرضت فهو یشفین. دیگر تصرف کردن، مالک متصرف الله است. آیات قرآن میگه توحید در تصرف. لله ملک السماوات والارض له ما فی السماوات والارض مالک یوم الدین رب العالمین. این کلش آیات قرآن است که میگه الله مالک است، متصرف است، حفظ کننده آسمان ها و زمین است. دیگر حفیظ، حفظ کننده آسمان ها و زمین است. یمسک السماوات والارض ان تزولا. این آیات قرآن کلش درباره چی است؟ درباره توحید ربوبیت الله است که تصرف الله را بیان میکنه. یعنی توحید ربوبیت خلق کردن، شفا دادن، روزی دادن، تصرف کردن. یحیی زنده کردن، یمیت میراندن، یحیی و یمیت. الله لا اله الا هو الحی القیوم. الله زنده حقیقی هست که زندگی مجازی را بر انسان ها میده. پس زنده کردن و میراندن و حفظ کردن کائناتی کلش توحید ربوبیت شد. و دیگه مثال هایش از شما زیاد افعال الله را زیاد خواندین که این افعال الله هست. دیگه توحید، قسم دوم توحید الوهیت است. ما گفتیم توحید 3 قسم است. قسم اولش توحید ربوبیت بود، یعنی توحید افعال. قسم دومش توحید الوهیت است. توحید الوهیت افراد الله بالعبادت و الطاعه. در 2 چیز است. یگانگی الله در 2 چیز، در عبادت و در اطاعت. یگانگی الله در عبادت و در اطاعت از شریعت. یعنی انسان مؤمن موحد کسی هست که الله را به یگانگی یاد میکنه اول در عبادتش، یعنی تمام عبادت ها را خاص بر الله میکنه و اطاعت هم خاص بر کی میکنه؟ برای الله میکنه. اگر سوال شوه که توحید الوهیت چند قسم است، شما باز میگن توحید الوهیت خودش 2 نوع است. توحید الوهیت 2 نوع است.
یک. نوع اولش توحید عبادت، نوع دومش توحید اطاعت. توحید اگر سوال شود که توحید در عبادت تعریف کنین، توحید در عبادت را تعریف کنین. شما میگین افراد الله بالعباده در عربی و در فارسی یگانگی الله در عبادتش است. چی معنی؟ یعنی که مسلمان خاص عبادت برای کی میکنه؟ برای الله میکنه. این را از کجا گرفتین؟ از کلمه طیبه گرفتیم که لا اله الا الله، نیست هیچ کس مستحقی که ذاتش عبادت شود الا الله، بغیر از الله. ایاک نعبد و ایاک نستعین. پس این توحید عبادت است. عبادت ها مختلف هستند. عبادت رکوع هست، ورکعوا مع الراکعین. سجده هست که گفته لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، سجده به شمس قمر نکنین. در آیات قرآن که میگه سجده برای الله بکنین، و آیات قرآن میگه که لله یسجد من فی السماوات و من فی الارض. این توحید عبادت است، توحید سجده. توحید نظر چی هست؟ همینچه پیشتر ما شما خواندیم که توحید نظر بود که چی گفت؟ گفت که یوفون بالنذر، نظر عبادت است. همین پیشتر که ما شما خواندیم آیت 7 سوره الدحر. پس توحید در نظر چی است؟ که نظر فقط به نام الله بگیری. شرک در نظر چی هست؟ که نظر به غیر از نام الله به نام کدام مخلوق بگیری. توحید در رکوع چی است؟ که فقط به الله رکوع بکنی. شرک در رکوع چی است؟ که در رکوع به مخلوق بکنی. توحید در سجده چی است؟ کلش توحید در عبادت است. متوجه هستین؟ توحید عبادت چند قسم است؟ توحید عبادت چند قسم است؟ شما میگین توحید عبادت 6 قسم است. 6 قسم. اول توحید در تفکر است. توحید در چی است؟ در تفکر است. ما با فکر خود الله را عبادت میکنیم با وحدانیت. دلیل توحید تفکر چی هست؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. تفکر میکنن در خلقت آسمان ها و زمین. کل آیات قرآن که دو کلمه تفکر آمده هست، توحید تفکر مثالش چی است؟ تمام آیاتی که دو کلمه فکر آمده است، کلمه تفکر آمده هست، کلمه تدبر آمده هست، کلمه تعقلون و یعقلون آمده هست. یتفکرون، یتدبرون، یعقلون، تعقلون، یتذکرون، لعلهم یتذکرون. اینیا کلش فکرتان باشه که یا عبادت های آیات قرآن است در عبادات فکری. کدام آیات از عبادات یا توحید فکر، کدام آیات است؟ میگن خلاصش آیاتی که در او کلمات تفکر، تدبر، تعقل، تذکر ذکر شده. فهمید؟ یعنی فرمولش است. دوم قسم عبادت فکری عبادات قلبی هست. عبادات قلبی، تعریف عبادات فکری است که عبادات فکری عبادت هایی است که توسط فکر انجام میگیره. و توحید عبادات فکری کدام یک است؟ که او فقط برای الله صورت میگیره. و توحید در عبادات قلبی کدام یکی است؟ عبادات قلبی او است که توسط قلب انجام میگیره. و توحید در عبادات قلبی است که عبادات قلبی مخصوص الله گفته شود. فرق بین تعریف عبادات فکری عبادات قلبی و بلکه بین توحید در عبادات قلبی دو تعریف شد. عبادت قلبی او است که توسط قلب میشه. توحید در عبادت قلبی او است که امو عبادت قلبی خاص برای کی شود؟ برای الله انجام داده شود. این توحید در عبادات قلبی هست. عبادات قلبی کدام هست؟ چند نوع هست؟ شما میگین 7-8 نوع عبادات قلبی داریم. اول توحید در عبادات قلبی توحید در محبت است. والذین آمنوا اشد حبا لله، والذین آمنوا
اشد حبا لله. این توحید در عبادت محبت است. شرک در محبت چی است؟ شرک در محبتی است که و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا یحبونهم کحب الله. این شرک در چی شد؟ در توحید، در عبادت محبت شد، عبادت قلبی بخش محبت. دوم قسم توحید در عبادات قلبی چی است؟ توحید در نیت است. توحید نیت کدام یکی است؟ که انسان در هر عمل خود، در هر عبادت خود نیت خود خاص برای الله بگردانه. از توحید در نیت در قرآن چی گفته شده؟ کلمه اخلاص. هر آیتی که در اون کلمه اخلاص ذکر شده، او توحید در عبادت قلبی نیت بیان میکنه. توحید در نیت مثل چی؟ و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین. یعنی مخلص چی معنی؟ کسی که 100% عمل خدا به نیت رضایت الله انجام بده. شرک در نیت چی هست؟ که به عوض اخلاص یک کار بنا به خاطر مخلوق بکنه. این باز شرک اکبر میگن، خارج از ملت است. یک نفر نیتش الله نباشه، مخلوق باشه. شرک اصغر در نیت چی هست؟ شرک اصغر در نیتی است که یک نفر نیتش به خاطر ذات الله هست، لکن او را زینت میده به خاطر مخلوق. او را ریا میگن. ریا شرک اصغر است. بعضی اوقات اگر ریا 100% به خاطر چی باشه؟ مخلوق باشه، به شرک اکبر میشه. اگر باز نیتش الله باشه، در او فیصدی داخل شده، باز او چی هست؟ باز او چی میشه؟ شرک اصغر میشه. قسم سوم در عبادت قلبی، یکیش محبت بود، دیگهش نیت بود، دیگهش خوف است و رجا هست. خوف و رجا. یخافون، هر جایی که الله متعال میگه یخافون، این توحید در خوف است. و هر جایی که میگه یرجون رحمته، این توحید است در چی؟ در رجا و امید. پنجمش توحید در خشیت است. یکی خوف است، یکی خشیت، خشوع. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ای یوحدون الخشوع لله في صلواتهم. این توحید در خشوع میگن، آیاتی که در او خشوع آمده است. دیگه تعظیم شعائر الله است و توکل است. توحید در توکل، این عبادت قلبی هست. و تعظیم شعائر الله، این هم توحید است در چی؟ توحید است در عبادات قلبی. پس در عبادات قلبی ما و شما چند قسم توحید داشتیم؟ در عبادات قلبی نیت یک، دیگه چی بود؟ محبت دو، خوف، رجا، خشیت، توکل، تعظیم شعائر الله. و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. و کسایی که در تعظیم شعائر الله کافر میشن، کدام مردمایی هستن؟ کسایی که استهزا میکنن و رشخندی میکنن و فکایی میگن، با شعائر الله رشخندی میکنن، یا باز کافر میشن. قسم سوم توحید عبادت، یکی ما شما پس مین در توحید عبادت. گفتیم توحید عبادت نوع اولش توحید در عبادات فکری بود، 6 قسم بود نه؟ قسم دومش توحید در عبادات قلبی بود. قسم سومش توحید است در عبادات زبانی. توحید در عبادات زبانی کدام یکی است؟ که انسان در زبان خود توحید مراعات بکنه. عبادات زبانی عبادات است که توسط زبان انجام میگیره. و توحید در عبادات زبانی است که در زبان خود وحدانیت الله را مراعات بکنه. چند قسم است عبادات زبانی؟ یک، حمد. دلیلش الحمد لله رب العالمین، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. فهمیدین؟ آیاتی که تسبیح و حمد الله گفته میشه، این توحید است در عبادات
زبانی بخش حمد و تسبیح. قسم دومش عبادات زبانی که اگر این اجازه میدین سبا تخته رو بیارم کل شده تخته براتون نوشته کنم ترتیبش جور شوه براتون آسان شوه. خوب است تو؟ خلاص انشاءالله ثواب خیر. در اول وقت همی کوشش میکنیم که همی اقسام در تخته براتون نوشته بکنم، باز از روی از یا در موبایلتون کاپی بگیرین یا براتون آسان باشه. خب حال ما و شما در سوره دهر رسیدیم، سپاره 29. در اینجا الله متعال میگه که ان الابرار، ما و شما ابرار خواندیم. حال ابرار مردمای نیکوکار بودن که یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عین یشرب بها عباد الله یفجرونها تفجیرا. حال سوال میشه که این ابرار چی صفات دارن؟ صفت اولشان یوفون بالنذر، که توحید در نظر وفا میکنن. حال بسیاری کسا در نظر شرک میکنن. توحید در نظر چی است؟ که فقط نظر به نام الله بگیری. و شرک در نظر چی است؟ که به نام کدام مخلوق نظر گرفته شود، به نام محمد صلی الله علیه و سلم نظر بگیری، به نام کدام زن، کدام بیبی، کدام آقا، کدام شخص. ایره شرک در نظر میگن. نظر به بهار بگیری، نظر به خزان بگیری، نظر به مهتاب بگیری، شرک است. دوم صفت ابرار چی است؟ که توحید در خوف مراعات میکنن. توحید در چی؟ و یخافون یوما کان شره، و میترسن از روزی که کان شره مستطیرا، که مصیبت از او روز مستطیرا منتشر است. سوم صفت ابرار چیست؟ که و یطعمون الطعام علی حبه، انسان های نیک این است که طعام میتن علی حبه، با محبت خود. برای کی طعام میتن؟ به پیسدارا، میلیونرا؟ میگن نه، انسان نیکوکار او که به پیسدار مصرف میکنه او خود نفس خود عبادت میکنه، او خود نفس خود چی میکنه؟ رشد میتن، به خاطر نفس خود میکنه. به غریبا کینان میته که یطعمون طعام. ابرار کسی است که غذا میته برای کی؟ برای علی حبه، با محبتش. محبت کی؟ یا محبت الله، یا محبت عبادت، یا محبت از مسکین، یا با وجود محبت پول، لکن با وجود از هم چی میکنه؟ به مسکین نان میته، و یتیمن برای یتیم میته، و اسیرن و برای اسیر طعام میته. باز چی میگه بر از اینا؟ برشان میگه انما نطعمکم، ما شما را نان میتم، شما مسکین و یتیم و اسیر، لوجه الله، بخاطر روی الله، بخاطر رضایت الله. لا نريد منکم جزاء، ما نمیخوایم از شما جزا کدام پاداشی، ولا شکر، و ما تشکری هم از شما نمیخوایم که از ما شکر بکنیم. نه در مقابل نان بدله میخوایم عوضی. بسیاری کساس میگی نان که از سیالی است، صحیح نه؟ امروز من برش دادم سبا بازو برای من میتن. فهمید یا نه؟ ای الله ازی راضی نمیشی. صفت ابرار نه. صفت ابراری است که طعام به مسکینا میته و او را هم مسکین و یتیم اسیر، و میگه به خاطر رضایت الله. انا نخاف من ربنا، باز میگه که ما میترسیم، توحید در خوف، از رب خود میترسیم. یوما، روزی که عبوسا، بسیار سخت است. انا یقینا که ما نخاف و میترسیم من ربنا، از رب ما، یوما، از روزی که عبوسا، بسیار سخت است، و قمطریرا، و بسیار تلخ است. فوقاهم الله، پس اینا را وقایه میکند الله متعال، شر ذلک اليوم، از شر امی روز که روز قیامت است. ولقاهم، و میدهد برایشان نظرة و سرورا، دو نعمت الله برشان میده. او دو نعمت چی هست؟ که نظرت و تازگی فی الوجوه، در روحایشان تازگی دیده میشه، و سرور و خوشحالی فی القلوب، در قلبهایشان. این دو نعمت الله برشان میده که در روز قیامت باز ابرار چی میباشن؟ نظرت و سرور. نظرت تازگی چهره، و سرور آرامش و خوشی قلب. و جزاهم بما صبروا، و پاداش از اینا در مقابل صبر که اینا به الله کردن، جنتا، جنت است، و حریرا، و لباس ابریشمی است. متکئین فیها، اینا تکیه میکنن در اینمی
علی الارائک که در می جنت بالای تختها، لا یرون فیها که در این تختها اینا نمیبینن شمسا آفتاب را ولا زمهری را، نه هم سردی بسیار اذیت کننده. زمهریر یعنی هوای بسیار یخی که اذیت کننده هست. در جنت آفتاب تیزی که سوزاننده هست و یخی تیزی که اذیت کننده هست ای وجود نداره. و دانیتا و نزدیک می باشد علیهم بریشان ظلالها سایه های درخت های جنت، و ظللت قطوفها و بسیار آرام میشن یا ذلیل میشن و میوه های جنت تذلیل برام شدنی، یعنی تو شاخچه ها نزدیک است که وقتی اینا تکیه کردن میتونه از اون تخت چی کنه، میوه جنت بگیره و نوش جان بکنه. و یطاف و گرد از اینا میگرده علیهم بر جنتی ها به آنیت با چی؟ ظرف هایی که من فضت از نقره جور شدن، و اکواب و دیگه جام هایی هست که کانت قواریر که اینا شیشه‌ای می باشن. قواریر من فضه، شیشه هایی که من فضه از نقره گرفته می شده باشن در سفیدی و لطافت خود. قدروها تقدیره که اندازه می کنند اورا را اندازه شدگی، یعنی الله متعال اونا را اندازه کرده است با مو اندازه که برای جنتی ها خوب در دستایشان جالب باشه و خوب و راحت باشه. و یسقون فیها کأسا، بر علاوه ازی بر از اینا نوشانده می شود کأسا جامهای دیگی، کان مزاجها زنجبیل که خلط می باشه ای نوشابه ها با چشمه زنجبیل. این هم یک چشمه است در جنت. زنجبیل چی است؟ میگن عینن چشمه است. فیها در جنت تسمى که باز ایر نام گذاشته هن سلسبیل، به خاطر که خوب سلالت و خوب جریان داره ایر سلسبیل میگن. و یطوف علیهم و میگردد در اطراف امی جنتی ها ولدانون نوجوانای مخلدون که همیشه جوان می باشن، مثل گارسون های هتل ها. اذا رأیتهم حسبتهم، وقتی که اینا را ببینی تو فکر میکنی که لؤلؤا منثورا، مثل دانه های پراگنده از مروارید هستند. و اذا و هنگامی که رأیت ببینی، ثم در آنجا، یکی ثم هست یکی ثم عطف است، سه که پیش داشته باشه، مثلا میگه فلان ثم فلان، اما ثم به معنای هناک در آنجا. و اذا رأیت و وقتی که ببینی ثم ای هناک در آنجا در جنت، رأیت میبینی نعیما نعمتهای را میبینی و ملکا کبیرا، واقعا یک ملک الهی است که بسیار بزرگ است، مالک ازی الله است. علیهم بالای جنتی ها ثیاب و سندس خضر و استبرق، بر از اینا لباس های سندس و استبرق می باشه. سندس لباس ها ابریشم باریک و نازک، خضر سبز رنگ، و استبرق و ابریشم دبل و لطیف. و حلو و پوشانده می شوند جنتی ها اساور زیورات من فضت از نقره خوش کردن و یا دیگه معادن. و سقاهم ربهم، و بزرگترین نعمت اللهی است که سقاهم سیراب میکنه جنتی ها را الله متعال. بعضی علما میگن که الله متعال با دست خود برای جنتی ها چی میکنه؟ آب میده. به خاطر از که شما اگر در یک مجلس میرین امو بزرگ خانواده دست خود برای شما چی میکنه؟ آب یا غذا را تقدیم میکنه، بسیار با عزت میشین. الله متعال جنتی ها را اقدر عزت میده که سقاهم ربهم، اینا را می نوشانن ربشان شرابا طهورا، از نوشابه‌ای که یا شراب در زبان عربی نوشابه را میگن، طهورا که بسیار پاک است. الله متعال برشان میگه که این هذا، ای عزت، ای حرمت، ای
خوشی بر شما داده شد. چرا؟ کان لکم جزاء، این پاداش اعمال خودتان است. و کان سعیکم واقعا، سعی و تلاش شما مشکورا قبول شده هست. الله متعال میگه انا نحن نزلنا علیک القرآن، ای رسول الله صلی الله علیه وسلم، انا ما با عظمت خود، با قدرت خود، با کبریا و جلال خود، نحن ما نزلنا نازل کردیم، علیک بالای تو ای رسول الله صلی الله علیه وسلم، القرآن، قرآن عظیم شان را تنزیلا به نازل شدن. فاصبر لحکم ربک، پس صبر بکو به حکم پروردگارت. ولا تطع منهم، وقتی که صبر داشتی باز اطاعت نکو از آثم او کفورا، یعنی از انسانهای گناهکار و کافر پیروی نکو. چرا انسانی که گمراه میشه، دعوتگران در دو حالت گمراه میشن، یا در مجلس گناهکارا میرن اشتراک میکنن و یا هم پیروی از چی میکنن؟ از کافرا میکنن. در رسول الله هم گفت این دو کارا وش نکنی، در مجلس گناه با گناهکارا نشین و در مجالس شرک و کفر و بدعت با کافرا و مشرکین و بدعتکارا نشین. آل برش میگه که به امتحان آمادگی بگی. به امتحان چه قسم آمادگی گرفته میشه؟ واذکر اسم ربک، یاد کن نام پروردگارت را بکرة صبح و اصیلا و شام، و من اللیل، و از شب فسجد له، سجده کو بر الله، و سبح و تسبیح بگو، لیلا طویلا، شب طویل، یعنی هر وقت از شب به ذکر الله باش. ان هؤلاء، یقینا این مردم که هستند، یحبون العاجله، دوست دارن دنیای عاجله، و یذرون، و ترک میکنن، وراءهم، پشت سر خود، یوما ثقیلا، روزی بسیار گرنگ. نحن خلقناهم، الله متعال میگه ما اینا را با عظمت خود خلق کردیم، و شددنا اسرهم، و محکم ساختیم مفاصل از اینا را، اعضای بدن از اینا را. و اذا شئنا، و اگر بخوایم، بدلنا امثالهم، تبدیل میکنیم مثل از اینا. تبدیل کردن قوم دیگه، ایواز از گناهکارا مردمای خوبی را میاریم. ان هذه تذکره، یقین این قرآن عظیم شان، آیات قرآن یک پند است. فمن شاء، پس هر کسی که خواسته باشه، اتخذ، بگیره، الی ربه، به سوی پروردگارش، سبیل را. و ما تشاءون، و شما نمیخواین، الا ان یشاء الله، مگر آنچه را که الله اراده بکنه. شما تصمیم میگیرین، اما در تصمیم گیری شما مشیت الهی است. اگر الله نخواه هیچ کار کردن نمیتونی. ان الله کان علیما حکیما، یقین که الله بسیار با علم است، بسیار با حکمت است. یدخل، داخل میکند، من یشاء، هر کس را که الله بخواه، فی رحمته، در رحمت خود. و الظالمین، اما ظالما و مشرکین، الله متعال اعد، آماده کرد لهم برشان، عذابا الیما، عذاب دردناک.